سوال: درهای بهشت گشوده و درهای دوزخ بسته‌اند. آیا این معنای آن را دارد که اگر در این ماه مبارک بمیریم به بهشت میرویم؟ طبق حدیثی که حدیث صحیح در مسند امام احمد آمده است، در جلد دوم صحیفه 230 زیر رقم 7148 و اینچنین در سنن نسائی در باب پنجم حدیث 2106 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم خطاب کرده گفتند: به درستی که ماه شریف رمضان بر شما آمد و آن ماه مبارک است، روزه داشتن این ماه را خداوند بر شما فرض گردانیده است. در این ماه درهای جنت گشوده و درهای دوزخ بسته شده، شیطان ها با زنجیر بسته می شوند. در این ماه شب است که از 1000 شب بهتر است و شخصی که از خیر آن محروم می شود از برکت این ماه به تحقیق محروم شده است. و اینجا باز جواب منطقی که اگر درهای بهشت گشوده و درهای دوزخ بسته باشند، پس هر کسی را که در این ماه مرگ دریابد به بهشت می رود، زیرا درهای بهشت باز است و درهای دوزخ باشد بسته است. آیا این معنای آن را دارد که اگر غیر مسلمان هم در این ماه بمیرد به بهشت می رود؟ در جواب به سؤال باید فهمید که وقتی که الله می فرماید که در ماه رمضان درهای بهشت باز است، این معنای آن را دارد که درهای بهشت انتظار وارد شدن ما به بهشت هستند، به جنت. یعنی اگر کاری خیلی ناچیزی کنید هم الله پاداش آن را افزون می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثواب هر عمل نیک 10 مراتب زیاد کرده می شود و در این ماه رسیدن به بهشت خیلی آسان است. هنگامی که پیامبر گفتند که درهای دوزخ بسته می شود، ایشان آن را در نظر داشتند که در این ماه وارد شدن به دوزخ خیلی دشوار است. پرسیده می شود که چرا؟ چون که درجه خدا ترسی ما یعنی تقوا بالا می رود و امکانیت گناه کردنمان کم می شود. گذشته از این اگر تمام ماه رمضان را با امید ثواب از الله روزه بدارید، همه گناه های قبلی شما بخشیده می شوند. چون شخصی که اگر تمام ماه رمضان را با امید گرفتن ثواب از الله روزه بگیرد، تمام گناهانش به کلی بخشیده می شوند. خوب، اگر همه گناه های قبلی بخشیده شده باشند، پس برای او امکانی به دوزخ رفتن نیست؟ اما باید در نظر داشت که معیاری گشوده شدن درهای بهشت و بسته شدن درهای دوزخ این روزه‌داری فرضی ماست. گذشته از این برای رسیدن به بهشت برایمان به قول چپته لازم است. این چپته بهشت در قرآن کریم در سوره عصر سوره 103 از آیات‌های 1 تا 3 آمده است که الله می‌فرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر، البته که انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، یکدیگر را به حق سپارش نمودند و به صبر و شکیبایی توصیه کردند. در مورد این سوره امام شافعی گفتند که اگر در قرآن تنها همین سوره نازل میشد، برای نجات دادن تمام بشریت همین بسنده بود. این سوره را فرموله نجات نیز مینامند. همین طور هر یک شخص برای وارد شدن به بهشت باید 4 معیار اساسی را رعایت کند. اول ایمان آوردن، دوم عملهای صالح انجام دادن، سوم این است که یکدیگر را به سوی حق راهنمایی کردن و چهارم دعوت کردن یکدیگر به صبر و تحمل می باشد. از این رو ما باید درک کنیم که اگر درهای جنت گشوده باشند، این معنای آن را ندارد که ما می توانیم به آنها وارد شویم. ما باید چپته همان را پیشنهاد کنیم و چپته ما ایمان است، عملهای صالح است. چپته این یکدیگر را به حق دستور دادن و دعوت کردن یکدیگر به صبر و تحمل است و دریافت این چپته در ماه رمضان خیلی آسان است، چون که در ماه رمضان ایمانمان زیاده می شوند. علاوه بر این ثواب عملهای صالح چند برابر افزون می شوند. از این رو که آسان است، مردم را به سوی حق دعوت میکنید، درجه صبر شما باشد می افزاید. از این رو این حدیث فهمش آن را به ما میدهد که باید حتما به معیارهای نامبر شده جوابگوی باشیم و بعد ان شاء الله وارد بهشت میشویم و از دوزخ دوری میجوییم. از این رو این معنای آن را ندارد که همه آدمانی که در ماه رمضان میمیرند به بهشت میروند. البته شک نیست که کافرانی که ایمان ندارند وارد بهشت نخواهند شد. برای وارد شدن به بهشت شما باید چپته با خود داشته باشید و این چپته است که این را به ما سوره عصر میگوید. گذشته از این به حدیث اعتبار دهید، چون در آن آمده است که تنها اگر ما در ماه رمضان روزه بگیریم، یعنی تمام احکام و طلبات را رعایت کنیم و از حرام پرهیز کنیم، پس تنها همان وقت درهای بهشت گشوده می شوند و درهای دوزخ باشد بسته.
of hell will be closed. ҳамчунин дар ин ҳадис омада аст ки дар ин моҳ шабе ҳаст A night ки беҳтар аз 1000 моҳ аст. to more than 1,000 months. ин ба он далолат мекунад ки агар дар ин шаб барои Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ибодат ва дуо кунед, пас ин ба беш аз 1000 моҳ баробар мешавад ки ба 80 сол ва ё зиёдтар аз ин баробар аст. About more than 80 years. тасаввур кунед, So the chances for you to get rewarded танҳо дар як шаб is шумо имкон доред ки аз тамоми ҳаёти худ дида мукофоти бештар гиред. Бо назардошти он ки умри миёнаи инсон 60 сол аст, як шаби қадр лайлатулқадр беҳтар аз 1000 моҳ аст, беш аз 80 сол. бештар аз умри миёнаи инсон аст. имконияти ба биҳишт рафтан хело баланд аст ва поёни ҳадис ки мегӯяд шахсе ки агар person who's deprived, ҳамаи ин неъматҳоро аз даст диҳад, воқеан маҳрум шуда аст. indicating that аз ин рӯ на ҳар кас ҳам вориди биҳишт мешавад ва дари биҳишт барои ҳар кас боз намешавад. it says дар охири ин ҳадис як мафҳуми бисёр муҳим мавҷуд аст, зеро дар асоси он ҳар ки аз баракати ин моҳи муборак даст кашад, дар ҳақиқат маҳрум шуда аст. мо ҳамчун мусалмон бояд дарк кунем ки агар аз моҳи рамазон барои худ фоидае нагирем, пас ба ин васила агар худро аз биҳишт маҳрум кунем, пас ба дурустӣ ки аз ҷумлаи маҳрумшудагон мегардем. дар мавриди ғайримусалмонон бошад, онҳо воқеан аз ҷумлаи маҳрумшудагонанд.